عقیل که اخوی امام علی بود وضع مالی مناسبی نداشت. یه وقتی از امام علی که اون موقع خلیفه مسلمونا بود خواست که از بیت المال بهش کمک کنه. امام بهش گفت صبر کن تا اول بیت المال رو بین مسلمونا تقسیم کنم، بعد سهم تو میدم. سهم خودم هم بهش اضافه میکنم. عقیل گفت این اندازه کافی نیست. تو که بیت المال دستته. یکم بیشتر بهم کمک کن. امام گفت باشه. بیا جلو، سهمت اینجاست. عقیل که خوشحال بود کیسه پول آماده است، ناگهان داد بلندی کشید. دستش سوخت. به امام گفت این دیگه چی بود؟ امام پاسخ داد آهنی بود گداخته به آتش. تو نتونستی آتش این دنیا رو تحمل کنی. چگونه میخوای من با کمک به تو آتش جهنم رو تحمل کنم؟